سلام دوستان عزیز، دنبالچه گوساله است. میخوام با اینا یه آبگوشت خوشمزه براتون درست کنم. الان اینا را خرد میکنم. بعد خرد کردن اینا را میبرم با پیاز تفتش بدم. دوستان الان من روغن دنبه برمیدارم. بعد این چه روغن ریختم، پیاز کوچولو پوست کندم و خوردش میکنم. بعدش میذارم رو اجاق تا تفت کنم. حالا یک کم تفت دادیم، پیاز و گوشت رو میریزیم. گوشت رو ریختیم، یک کم تفت میدیم، درش رو میذاریم تا یک کم جا بیفته. دوستان بعد اینکه گوشتمون رو تفت دادیم به روغن افتاد، دو قاشق رب میزنیم، رب گوجه. یک کمی هم با این تفت میدیم تا به روغن بیفته. یه کلچه alsam bana rock میزنی؟ بعد از اینکه تفت دادیم به روغن افتاد، آب میریزیم تا روی گوشتا بیاد. درش میذاریم تا بپزه 2-3 ساعت. دوستان الان آبگوشتمون به روغن افتاده، گوشتمون هم پخته شده. الان نخودا رو دیروز که 3-4 ساعت هیس کرده بودم پختم. 2 عدد سیب زمینی متوسط، یه عدد گوجه هم خرد کردیم. الان میریزیم که سیب زمینمون بپزه. بعد آبگوشتمون حاضره، میتونین نوش جون کنین.
درشو میذاریم تا بپزه.